داستان معروف سنگ میدون تجریش و سیلی که نصف جمعیت رو از بین برد. ساعت 13 روز 14 مرداد 1366 سیلی کشنده و نادر تو محله شمیران و نقاط شمالی تهران اتفاق افتاد که متاسفانه موجب نابودی خونه‌های زیاد و از دنیا رفتن جمعیت قابل توجهی از شمال تهران شد. قسمت تلخ داستان اینجا بود که افراد حاضر توی اون مناطق در اثر جریان شدید گل یه جورایی مدفون شدن، نه اینکه آبی روون باشه و بشه به داد کسی رسید. به طور ناگهانی رگبار تگرگ شروع میشه و مردم به سمت ولیعصر هجوم میارن و سعی میکنن با فریاد همدیگر رو خبر کنن. گذشت و بعد از این سیل میدون تجریش به مدت 2 ماه بسته بود و عملیات پاکسازی ادامه داشت. تا مدت‌ها هم قطع سنگ بزرگی وسط میدون تجریش وجود داشت که این سنگ همونیه که توی تصویر میبینید و یاد بوده اون سیل معروفه. در نهایت در سال 81 و 82 توسط شهرداری این قطع سنگ به 4 تیکه تقسیم شد و در قسمت شمالی میدون قرار گرفت. شما از این ماجرا چیزی شنیده بودید؟